یکی از جاهایی که به عقیده من شخصیت نسل جوان ما له میشود تو پادگان هاست. 2 سال جوون رو میبرن سربازی، 2 سال. تو این 2 سال وقتی میاد بیرون عقده ایه. چرا؟ من گاهی تو پادگان ها دعوتم میکنن، میگم آقا چرا به سربازی یه جوری برخورد میکنید؟ میگن میخوایم صفر شه. میگم آقا صفر شه با بی شخصیتی فرق میکنه. شما دارید جوون خوردش میکنید، چون جوون رو آمادش که نمیکنید، دارید هستیش ازش میگید، توهین دارید بهش میکنید. برای که بنابر این است که این آقا تو این 2 سال راحتی نبی هر چی گفت تو ذوقش بزن، ببینن رو چی حساسه پاشو بزنن رو همون حساسه. این آموزش نیست. لذا چرا جوان از سربازی باید بترسن؟ چون از مامانشون جدان. ببخشید الان جوان چقدر پیش مامانشه، چقدر دوست دخترش جداست. ببخشید اصلا جدایی دیگه معنا نداره که این موبایل داشته باشی علا برکت الله. هیچ موقعتون استاد منی. چرا میخواد خودشو بکشه؟ برای که بهش توهین میشه، به شخصیتش برمیخوره. من نمیگم همه اونایی که تو پادگان ها با جوان های ما برخورد میکنن شمری برخورد میکنن، اما یک فرمونده با یه جوان برخورد این چنینی بکنه و یعنی جوان را که انرژی هستی تبدیل به بمب اتم بکنن، خیانتش کم نیست.